روزی در دلبیکرانه صحرا هواپیمای یک خلبان سقوط می کند. در میان آن همه سکوت و تنهایی پسر کوچکی ظاهر می شود. پسرکی از دنیای دیگر. او شازده کوچولو است. از سیاره‌ای آمده. آنقدر کوچک که 3 آتشفشان دارد و یک گل تنها، گلی زیبا مغرور، و شازده کوچولو عاشقش است. اما گل با غرورش دل او را می شکند و او تصمیم می گیرد از سیاره‌اش برود تا دنیا را بشناسد. در سفرش از چند سیاره می گذرد. پادشاهی که فقط دستور می دهد، خودشیفته‌ای که جز تحسین خودش را نمی خواهد، مستی که می نوشد تا فراموش کند، تاجری که ستاره ها را می شمارد تا مالکشان شود و فانوس آفروزی که بیوقف کار می کند. بیان که بداند چرا با شازده کوچولو با اندوه می فهمد آدم بزرگها چقدر چیزهای مهم را فراموش کردند. وقتی به زمین می رسد، روباهی مهربان را می بیند. روباه به او می گوید اگر می خواهی دوستم باشی، باید مرا اهلی کنی، یعنی برای من خاص شوی. و در آن لحظه زیباترین جمله جهان گفته می شود. فقط با دل می توان درست دید. آنچه اصل است، از دید پنهان است. شازده کوچولو می فهمد. گلش هرچند مغرور بود، اما تنها گل خاص زندگی اوست. پس تصمیم می گیرد برگردد به همان سیاره کوچک تا از گلش مراقبت کند. با خلبان هر بار که شب به آسمان نگاه می کند، لبخند می زند، چون در میان ستاره ها صدای خنده شازده کوچولو را می شنود.